بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر هموطنان عزیز. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تغییر در نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه 11 در کنکور 1405 خبر داد. به گفته حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، سوابق تحصیلی 6 درس پایه 11 در آزمون سراسری سال 1405 با تأثیر مثبت محاسبه می شود. به این معنا که نمرات این پایه تنها در صورت بهبود نتیجه داوطلب در کنکور اثرگذار خواهد بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود سوابق تحصیلی همه دروس پایه 12 همچنان با تأثیر قطعی 60% در سنجش و پذیرش دانشجو اعمال می شود. وی هدف از این تصمیم را کاهش نگرانی ها و فشار روانی دانش آموزان و خانواده ها عنوان کرد. اعتبار مرحله 11 کالابرگ از فردا برای حدود 35 میلیون نفر از هموطنان شارژ می شود. به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هموطنان با کد ملی پایانی 3، 4، 5 و 6 از روز چهارشنبه می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های کالابرگی اقلام ضروری خود را خریداری کنند. اعتبار کد ملی های منتهی به اعداد 7، 8 و 9 نیز از 25 خرداد فعال و مردم تا پایان تیر مهلت خرید دارند. سخنگوی دولت از ابلاغ اجرایی شدن افزایش حقوق کارگران خبر داد. خانم مهاجرانی گفت وام ازدواج نسبت به سال گذشته 75% رشد داشته و دولت به دنبال کاهش انتظار افراد در صف دریافت وام و افزایش پوشش متقاضیان است. در سال گذشته 200,000 میلیارد تومان بوده و امسال به 350,000 میلیارد تومان بالغ شده و لذا بدیهی است که این افزایش 75% کمک میکنه که بتونه این وام سریعتر و همینطور به افراد بیشتری تعلق بگیره. تشدید تنش واشنگتن و پکن بر سر شرکت‌های فناوری چین. وزارت خارجه چین تصمیم آمریکا برای افزودن نام چند شرکت بزرگ چینی را به فهرست شرکت‌های مرتبط با ارتش محکوم کرد. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، با انتقاد از اقدام واشنگتن آن را مصداق تبعیض علیه شرکت‌های چینی و مغایر با اصول اقتصاد بازار و رقابت عادلانه دانست. وی از واشنگتن خواست فوراً این تصمیم را اصلاح کرده و از هدف قرار دادن شرکت‌های چینی دست بردارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وزارت جنگ آمریکا پنتاگون در تازه‌ترین بروزرسانی فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین نام چند شرکت بزرگ از جمله علی بابا، بایدو و خودروساز برقی BYD را به این فهرست اضافه کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد پکن اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق و منافع قانونی شرکت‌های چینی انجام خواهد داد. فردی مسلح از لبنان با نفوذ موفق به منطقه الجلیل اشغالی به سمت اشغالگران صهیونیستی تیراندازی کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که این فرد مسلح به سمت یک کشتی ارتش صهیونیستی در نزدیکی نوار مرزی تیراندازی کرده است. در پی این حمله از ساکنان شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی خواسته شده در منازل بمانند و از خانه‌ها خارج نشوند. رادیو رژیم صهیونیستی این حمله را حادثه‌ای بسیار استثنایی در شمال فلسطین اشغالی توصیف کرده است. برخی رسانه‌ها گزارش دادند شواهدی وجود دارد که گروهی از نیروهای حزب الله موفق به نفوذ به سرزمین‌های اشغالی شدند. فرانسه ورود وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به این کشور را ممنوع کرد. به گفته وزیر خارجه فرانسه علت این تصمیم تلاش اسموتریچ برای الحاق کرانه باختری و اشغال غزه عنوان شده است. فرانسه پیشتر هم ورود بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به این کشور ممنوع کرده بود. فرانسه همچنین اعلام کرده در اقدامی هماهنگ با انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ ورود 25 شهرک نشین از جمله 4 تن از مسئولان سازمان‌های شهرک نشین صهیونیستی را که مرتکب اعمال خشونت‌آمیز ضد فلسطینیان شده‌اند به خاک خود ممنوع کردند. دادستانی ایتالیا تحقیقات قضایی درباره وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را آغاز کرده است. این تحقیقات در چارچوب پرونده‌ای انجام می‌شود که به توقیف ناوگان دریایی رفع محاصره غزه و بازداشت و شکنجه سرنشینان آن مربوط است. این پرونده پس از آن گشوده شد که ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد بنگویر فعالان بازداشت شده را در بندر استود در حالی که زانو زده بودند و دستهایشان از پشت بسته شده بود مورد تمسخر قرار می‌دهد. 10 تن از فعالان صلح پس از بازداشت در سرزمین‌های اشغالی به
به علت شکنجه و ضرب و شتم دچار شکستگی استخوان شده و شماری از آنها نیز مورد تعرض اخلاقی قرار گرفتند. کاخ سفید با طرح انگلیس برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان مخالفت کرد. به گزارش گاردین، انگلیس قصد دارد شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال ممنوع کند. بر اساس این گزارش، سفارت آمریکا در لندن در بیانیه‌ای اعلام کرده چون این اقدامی می‌تواند فشار نامتناسبی به شرکت‌های فناوری آمریکا وارد کند. آمریکا همچنین مدعی شده ممنوعیت‌های سخت نمی‌تواند مشکلات مربوط به امنیت مجازی کودکان را حل کند. بر اساس این گزارش، قانون ایمنی آنلاین انگلیس که سال گذشته تصویب شد، از سوی برخی سیاستمداران آمریکایی به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان توصیف شده است. نخست وزیر انگلیس قصد دارد هفته آینده مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید درباره استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی را اعلام کند. استرالیا نیز پیشتر استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرده است. ممنون از همراهی شما.